سلام بیننده ارجمند. در نخستین صبح تیرماه امسال در روز 1 اکتبر من طاهری سفر در نوید بامدادی تا چند دقیقه دیگر در خدمت شما هستم. ساعت در اینجا در پراگ 7 صبح است. در دوشنبه 10 روز. امیدوارم صبح و روزی خوبی را آغاز کرده باشید و شروع میکنیم با خبر خوش که به خصوص مخلصان فوتبال را در تاجیکستان هیجانی کرد. دسته منتخب نورسان تاجیکستان دیروز در بازی با تیم کره شمالی پیروز شد و به دور نیمه نهایی مسابقات جهانی راه یافت. بازی روز 30 سپتامبر در دوره چهارمین مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا 2018 میان بازیگران زیر 16 ساله در مالزی برگزار شد. فوتبالبازان نورس تاجیک صاحب راه‌خط به مسابقات قهرمانی جهان شدند که سال آینده در پرو دایر می شود. بازی میان دسته‌های منتخب نورسان کره شمالی و تاجیکستان در شهر کوالالامپور صورت گرفت. حساب را در دقیقه 14 بازی بازیگر منتخب تاجیکستان رستم سایروف باز کرد. در نیمه دوم بازی دسته کره شمالی حساب را برابر کرد. در نهایت بازی با غالب از روی سلسله پنالتی ها معلوم شد. دروازه‌بان دسته منتخب نورسان تاجیکستان محردین حسنوف قهرمان بازی 3 توپ زده بازیگران منتخب کره شمالی را برگرداند، 2 توپ آنها را برگرداند و غلبه دسته‌شان را تامین نمود. به این ترتیب منتخب تاجیکستان در بازی نیمه نهایی 4 اکتبر در ورزشگاه پتالینگ جایا با غالب جفت کره جنوبی و هندوستان رقابت می‌کند. و خبر دیگری داریم. خبر خوشنیست درباره یک فلاکت است در ناحیه لخش در جیرگتال سابق. در نتیجه صدمه یک ماشین بارکش در این ناحیه شام دیروز 7 عضو یک عائله به هلاکت رسیدند و 5 تن دیگر زخمی شدند. حادثه شامگاه 30 سپتامبر در جماعت وحدت ناحیه لخش رخ داده است. یک مقام در شعبه کارهای داخلی ناحیه روز 1 اکتبر به رادیو آزادی گفت که عائله شرپ‌ها شامگاه از کارتاشکچینی برمیگشتند که به فاجعه دچار شدند. حادثه ساعت 22:10 رخ داده است. سنت الله یوسفوف راننده از عهده اداره ماشین بارکش نبرآمده است و ماشین به جری افتاده است. در شعبه امور داخلی گفتند که عائله شرپ‌ها برای کارتاشکچینی به حشر رفته بودند و بعد از کار برمیگشتند که نقلیاتشان به سوی افتاد. در این حادثه 7 عضو عائله شرپ‌ها از 4 ساله تا 45 ساله جان دادند. همچنین 5 نفر دیگر زخمی شدند که وضع 2 نفر آنها را بسیار بد میگویند. و شنونده ارجمند در جریان روز اگر جزئیات دیگری از این خبر آمد، اگر ویدیویی داشتیم یا عکسی حتما به شما تقدیم میکنیم و نشان خواهیم داد. خوب، سر میزنیم به دیگر گوشه‌های جهان ببینیم تا در اونجا چی میگذرد. میرویم به مکدونیا که مردمش به طرفداری تغییر نام کشورشان رای دادند تا به یک دعوای طولانی با یونان خاتمه بدهند. اما در رایپرسی روز 30 سپتامبر کمتر از 50% مردم شرکت کردند که نتیجه آن را به اعتبار میکند. مقامات انتخاباتی مکدونیا روز 1 اکتبر گفتند شمارش را نشان داد که بیشتر از 91% مردم طرفدار تغییر نام مکدونیا به جمهوری مکدونیای شمالی هستند. در رایپرسی بیشتر از 36% مردم شرکت کردند. اکنون باید نتیجه آن را در پارلمان تصویب کنند، ولی مخالفان تغییر نام کشور در بین وکیلان مردمی در پارلمان کم نیستند. یونان از سال 1991 با مکدونیا دعوا داشت که با چنین نامش میتواند برای قلمرو و میراث فرهنگی ولایت همنام یونان دعوا کند. یونان نیز مکدونیا ولایت دارد. مکدونیا تا سال 1991 یک بخش یوگسلاوی سابق بود که از آن به جنگ و جنجال جدا شد. و برمیگردیم به تاجیکستان. اکثر داوطلبان وظیفه کاتب و یا یاوران رئیسان دادگاه ها در تاجیکستان با وجود بهای قناعت بخش گرفتن از دیکتاند یک امتحان مهم برای قبول به کار پذیرفته شدند. بیشتر از 280 داوطلب منصب‌های مأموری خدمت دولتی در دادگاه در امتحانی که دادگاه عالی گرفته است شرکت کردند و بیش از 100 نفر آنها بهای 3 گرفتند که معنی قناعت بخش را دارد. در دفتر مطبوعات دادگاه عالی این خبر را به رادیو آزادی گفتند ولی بیشتر شرح ندادند. اما یک مقام از دادگاه به رادیو آزادی گفت برخی از آنهایی که از دیکتاند بهای 3 گرفتند به کار قبول شدند، چون در برابر دیکتاند آزمون قبول امتحانات دیگر هم داشت که بیشتر به اختصاص و
قانوندانی ارتباط می‌گرفت. سالهای اخیر سطح زباندانی کارمندان دادگاه و دادرس‌ها در مطبوعات تاجیکستان تنقید می‌شود. 2 سال پیش ده‌ها داوطلب کار در دادگاه‌های تاجیکستان از دیکتانت بهای 2 گرفتند. فایزی اولی وکیل سابقه‌دار تاجیک میگوید سطح پست زباندانی کاتبان دادگاه ها و دادرس‌ها در پرونده‌های جنایی واضح دیده می شود. او میگوید در اکثر دادگاه های تاجیکستان حروف تاجیکی را به کار نمیبرند و مثلا به جای کلمه جنایی چینایی نوشته می شود که معنی کاملا دیگر دارد. به گفته وکیل چنین نوشتگاه مضمون را در پرونده هم تغییر می دهد. و یک خبری که از ما بینندگان و شنوندگان میپرسند درباره مرزی بسته ترکمنستان است که اجازه نمیدهد ماشین های تاجیکستان، ماشین های بارکشی تاجیکستان به قلمروش وارد شوند و به تاجیکستان برسند. در مرزی ترکمنستان در برابر دهها ماشین بارکش دیگر کاروان ماشین های درمان رنگ آلومینی شرکت تلکا را میکشانند. ماشین های شرکت تلکا برای انتقال آلومینی از جمله از قلمرو ترکمنستان هم میگذرند. یک همصحبت رادیو زودی در یک شرکت نقلیاتی که بارهای تلکا را میکشاند به رادیو زودی گفت حدود 1 ماه باز است تلکا هم نمیتواند از قلمرو ترکمنستان برای بارکشی استفاده کند و ماشین‌هایش در مرز ترکمنستان در ماندند. و گفته همصحبت رادیو زودی ترکمنستان یک راه مهم برای انتقال اشیاء خام و برعکس به بازارهای جهانی برآوردن آلومینی از تاجیکستان به حساب می رود. با تاکید او حالا مسئولان شرکت تلکا چند راه دیگری واردات اشیاء خام و صادرات محصولات آماده به خارج را بررسی دارند و از جمله انتقال باکسیت از آذربایجان از طریق بندر اتیراو در قزاقستان بررسی می شود. گفتم صحبت رادیو زودی مسئولان تلکا حاضر نشدند که این خبر را به رادیو زودی شرح بدهند و هم نگفتند که در آینده نزدیک کدام راه الटरनेटिवی را به جای ترکمنستان استفاده کردنی هستند یا امیدوارند که راهبندی ترکمنستان خاتمه می‌یابد. ترکمنستان از روز 2 سپتامبر اجازه نمی‌دهد ماشین‌های بارکش تاجیکستان از قلمروش بگذرند. مقامات ترکمنستان در پاسخ به نامه تاجیکستان سبب راهبندی را به مسئله امنیتی ربط دادند. شرح نوروشنی که سوال‌ها را درباره بستن راه‌ها برای ماشین‌های تاجیکستان همچنان زیادتر کرده است. و در نتیجه استعمال شراب خودساخت و آلوده در ایران 24 نفر هلاک شدند. خبرگزاری‌های ایران روز 29 سپتامبر گفتند که این افراد در مناطق گوناگون کشور زهرآلود شدند و فقط در شهر بندرعباس عرق خودساخت یک بار 16 نفر را کشته است. خبرگزاری اسنا نوشت شراب آلوده همچنین 168 نفر را زهرآلود کرد. اسماعیل مشایخ سردار پلیس بندرعباس گفته است که یک جفت را با اتهام تولید و فروش شراب دستگیر کردند. خبرگزاری ایرنا نوشت 264 نفر در ولایت‌های هرمزگان و خراسان جنوبی نیز با علامت‌های بیماری از شراب خودساخت بستری شدند. در ایران بعد از انقلاب اسلامی سال 1979 استعمال عرق را ممنوع کردند و برای استعمال مشروبات گناهکار را شلاق میزنند و یا جریمه میکنند. با وجود این بسیاری از ساکنان ایران پنهانی مشروبات خارجی و یا خودساخت را در بازارهای سیاه میخرند و استعمال میکنند. در گذشته هم چندین نفر در ایران بر اثر استعمال عرق و یا دیگر مشروبات خودساخت هلاک شدند. و خبری آخر هم از تاجیکستان است. شوکت میرزیوف رئیس جمهور ازبکستان به رهبران 2 خواجگی دهقانی در شهر تورسونزاده ماشین‌های سبکروی شیورولت هدیه کرده است. ماشین‌ها را که در خود ازبکستان استحصال می‌کنند روز 27 سپتامبر بعد تماشای انگورزارهای سرحاصل خواجگی‌های دهقانی باغ سامان و وطن به مدیران هر 2 خواجگی هدیه کردند. انگورزاران این 2 شهروندان ازبک تبار تاجیکستان و از باغ‌های مشهور کشور به شمار می‌رود و امام علی رحمان رئیس جمهور بارها مهمانان بلندپایه خارجی را به تماشای این باغ‌ها برده است. تنها از تاکزارهای باغ سامان در سال 2017 بیشتر از 5000 تن محصولات جمع آوردند و در داخل و خارج کشور فروختند. شوکت میرزیوف برای شرکت در نشست سران کشورهای مشترک المنافع هفته گذشته به تاجیکستان آمد. و با این خبر بیننده ارجمند نوید بامدادی رو اینجا به پایان میبریم. تا 3 ساعت دیگر من طاهر سفر با سرخط خبرهای امروز برمیگردم. یادتون نرود که ساعت 1 به وقت دوشنبه دیگر باره در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب به ما بپیوندید و خبرهای امروزه را نیز از یاد نبرید.